تابستان سال 2015 میلادی که در طی آن فالکون 9 در آسمان منهدم شد. حالا یک نکته رو من بعد میذارم دقیقاً از ثانیه‌ای که میذارم تا ثانیه یک، دقیقاً یک ثانیه اول باید دقت کنید از راست به چپ یک شیء ناشناسی تو همین ویدیو اصلی که یوری نیوز گذاشته میبینید تا ویدیو بعدی رو بهتون نشون بدم ثابت کنم چه اتفاقی برای این ماهواره میفته. ولی چند تا نکته اینجا مشخص شد. این ماهواره اسرائیلی بوده، قرار بوده بر مدار زمین بیاد و برنامه پخش کنه برای مردم داخل کلا خاورمیانه. اینها همه چیزهایی است که ضد سپاه پاسداران و ضد کشور ماست که اینا بخوام با تروریسم رسانه‌ای ماهواره هم بفرستن. و یکی دیگه از مأموریت‌های این ماهواره‌ای که قرار بود اسرائیل بفرسته این میخواستش که اینترنت، حتی صحبت اینترنت رایگان هم مطرح شده یا سرعت اینترنت رو در کشورهای خاورمیانه بتونن بالا ببرن حالا برای اهداف خودشون. یک ثانیه اول دوباره نگاه کنید گزارش یوری نیوز و وقتی که نگاه میکنید سمت راست به چپ رو با دقت نگاه کنید. خیلی باید دقت داشته باشید که متوجه بشید. شناور در اقیانوس فرود انجام مأموریت‌های متعدد را دارد. بذار من اینو بیارم. انفجار شدید در خیلی سریعه، یعنی من اینو 50 بار دیدم. الان از سمت راست به چپ رو نگاه کنید که تصویر رو رها میکنم، نگاه کنید. انفجار شدید در سکوی پرتاب میدونم متوجه نشدید، ایرادی هم نداره به خاطر اینکه خیلی سرعتش بالا بود. اما ویدیویی نشون میده که این سفینه همین ویدیویی که البته بود شما بعد اینو بعد آهسته‌اش بکنید که این کار خیلی جالب بود. دیدم یه سری از روشنگران آمریکایی این قضیه رو اومدن افشاگری کردن و در مورد همین مسئله این ویدیو رو حالا این همون ویدیوه حالا دقت کنید چی میشه. این همون ویدیوه که خب خیلی صحنش سریعه، خیلی سریعه، ولی الان دوباره آهسته میکنه. دقیقا متوجه خواهید شد چه اتفاقی میفته برای این ماهواره. نگاه کنید، دقت کنید صحنه بعدیشو. خب شعر رو دیدید؟ من برای که بدونید این ویدیو دستکاری نشده، چون خیلی میدونید ما تو فضای مجازی دیوانه زیاد داریم، تصاویر رو خیلی چیز میکنن، دستکاری میکنن، فتوشاپ میکنن دیگه، بزنن به تخته. نه که اپوزیسیون فتوشاپ کار داریم، خیلی باید حواسمون جمع باشه. این ویدیو رو اصلش رو نگاه کنید در یوری نیوز، در بی بی سی، در سی ان ان و همشون که نگاه میکنید ثانیه یک، یعنی از لحظه که شروع میشه تا ثانیه یک رو نگاه کنید، همشون این شی رو نشون میده. این دیگه آهسته شده، یعنی هیچ فتوشاپی تو این داستان به کار نرفته. به عنوان کسی که کارم برنامه سازی سینا بهتون میگم هیچ فتوشاپی به کار نرفته. نگاه کنید قشنگ اینجاست، اینجا منفجر شد، خیلی کوچیکه ایناش. دوباره صحنه رو ببینید چقدر سریع میاد و میره، خیلی سریع میاد و میره. حالا نگاه کنید چقدر دقیقاً از اینجا میاد. و جالبه بهتون بگم خیلی از این بشقاب پرنده‌ای که ایران ساخته با اندازه های مختلفه، واقعا اندازه یک بشقابه، بعضیاشون واقعا اندازه یک بشقابه و این میبینید که خیلی جسم کوچیکی داره. و نکته جالبی که وجود داره این بشقاب پرنده نیازی به سوخت ندارن، اینم یکی دیگه از این تکنولوژی. و این بشقاب پرنده بسیار سرعتشون از نور هم حتی بیشتره. این انرژی که تونستن به دست بیارن خیلی با سرعت میتونن حرکت کنن و نکته‌ای که داره میتونن کنترل کنن. یعنی اگه میگم کسی موشکی به سمت ایران بزنه ما میتونیم اتفاقا یکی از پیامی که داده بود سپاه به، حالا نمیتونم دقیق بگم از کجا میدونم، پیامی که داده بودن به آمریکایی‌ها که آقا جان اگه به ما موشک بزنین ما ایرانی‌ها اگر
هدیه ای رو خوشمون نیاد پس میفرستیم برای کسی که برامون هدیه رو فرستاده. یعنی اگه موشکی بفرستید ما موشک رو به سمتتون پس میاریم، یعنی موشک به زمین نخورده ما میتونیم با این بشقاب پرنده ها کنترلشون کنیم. حالا اینا هنوز چی نیست، بریم جلوتر چیزایی رو بهتون نشون میدم که بیشتر شوکه بشید. خب این پس چیزی هست که خودتون هم پس میتونید برید ویدیو اصلی رو ببینید. آقایونی که امید دانا رو قبول ندارید، خیلی دلغک هستید، خیلی کار عجیب و غریبی میکنید در حقیقت و بحثای خیلی مسخره رو پیاده میکنید. من پوزش میخوام به خاطری که اینقدر اسرار